دیروز در فرودگاه بین المللی دوشنبه مراسم سپردن تجهیزات معاین کننده رادیاسیا از جانب سفارت ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. در مراسم تقدیم تجهیزات معاین کننده رادیاسیا نمایندگان از حکومت جمهوری تاجیکستان، سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، اگنتی امنیتی یادرویی و رادیاسیونی، اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه شرکت و سخنرانی نمودند. باید گفت که تجهیزات تقدیم شده از طرف خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استفاده و خدمت رسانی کرده می شود و برای مبارزه بر ضد قاچاق مواد هسته‌ای که جزء مهم همکاری‌های ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان در تامین امنیت منطقوی به حساب می روند استفاده برده می شود. ما می‌خواهیم که بسیار با طرز مختصر تجهیزاتی را که در اینجا نصب کردیم با شما نمایش دهیم. So at this location we have 2 of the 13 new radiation portal monitors that have been installed at Dushanbe International Airport. خب در همین مکانی که ما قرار داریم در این مکان 2 پرتل مانیتور نصب کرده شده است و در مجموع اگر در میدان هوایی بین المللی دوشنبه بگیریم 13 چنین مانیتورهای پرتلی نصب کرده شده‌اند. All 13 of these monitors have the capability to detect both gamma and neutron type ionizing radiation. و از همین 13 یعنی که مانیتورهای پورتالی که نصب کرده شدند در میدان هوایی شهر دوشنبه 10 پورتال مانیتورها هم یعنی که شعاع گاما و هم نیوترون رو میتواند کشف کند. The equipment that we've installed here is for passengers of flights that are arriving into Tajikistan, and because it is after the checked baggage pickup, it ensures that all of the belongings of these passengers are safe. میگه پرتلی مانیتوری که در این نصب کرده شده هستند اینا برای مسافران هستند که فرود اومدند و به شهر دوشنبه داخل میشوند. بعد از اون که اونها باگاژ خودشون از اینجا میگیرن باگاژ و مسافر همه در یک جا یعنی در اینجا از این پرتال میگذرن و این پرتال معاینه خواهد شد. We have followed the same process to equip all pathways of this airport, including all departure traffic, including checked bags, as well as employee gates and vehicle service gates. و همین 13 که پورتال مانیتوری که در 13 مکان نصب شده هستند اینها یعنی که برای تحت نظارت گرفتن تمام راه‌های رفت و آمد از جمله راه‌هایی که یعنی که خود کارمندان ایرپورت از اون استفاده میکنند در همون یعنی که مسیرها نصب کرده شده. As part of this installation, there is also an integrated camera and communication system where there's a centralized alarm station where officers can view all alarms throughout the airport complex. در برابر نصب کردن همین یعنی که مانیتورهای پورتالی همچنین مانیتورهای پورتالی در برابر اینو با کامera مجهز شده است و همچنین همه یعنی که تصویرها و سیگنال‌های یا که زنگ‌هایی که از این صدا می‌دهد همچنین در یک مرکزی یعنی که اداره کنی یا که مرکزی دیگه که تشخیص وجود دارد در بالا که با نام کسب با اون همه این 13 یعنی که پرتال ارتباط دارند. In the event of an alarm, which we will demonstrate in a moment, officers are able to be dispatched to any location in the airport with additional handheld detectors that we have provided that will allow them to identify dangerous materials. در برابر بلند شدن یک زنگ خطر همچنین کارمندان و افسرانی که در همون مکان‌ها استخدام شدند و کار می‌کنند اونها با خود همچنین دستگاه‌های را دارند. این دستگاه‌های پورتاتیل است برای باز هم مشخص نمودن یعنی که همون موادی که از اون زنگ خطر بلند شده است. So just a heads up, this is kind of loud, so do not be alarmed, but we're about to demonstrate an alarm. خب من نمایش بدیم که از اینجا چنین یک زنگ خطر برایتون بلند شد. So anyone that is in this location can see that both the red and blue lights have turned on, which indicates a gamma and neutron alarm. و همه کسانی که از این بررسید میتونید ببینید که در اینجا یک یعنی که چراغ‌ها که فروزان شدن صدا بلند شد و چراغ‌هایی که فروزان شدن هم رنگ سرخ و هم رنگ کبود بودن. این معنی دارد که اون نفری که گذشت با خود یک مواد داشت که اون مواد هم گاما هم نیوترون دارد.